خوشحالم که اینجام و خیلی خوشحالترم که از پشت کوه ها اومدم. من خوب گفتم؟ آره خوب گفتین، ولی خب چون به هر حال من خیلی از شما هیچ وقت خوشم نمیومد و ازتون بدم میومد. آره این به اون اضافه می‌خواستی با این شروع کنی؟ آره. من هم خیلی از شما بدم میومد، هم خیلی حسودی میشد به شما. دلیلم دارم براش، برای اینکه یه دفعه فکر کنم بازیگرا رو جمع می‌کردن می‌بردن سینما کوروش بازی می‌کردن، بعد مثلا کم می‌آوردن این طعمه‌ها موها رو مثلا مامان نخودی صدا می‌کرد می‌بردن. بعد من یه واقعا داستانم داره. من دختر خاله‌مو آورده بودم تو جمعیت بشینه که مافیا رو نگاه کنه که هر وقت مافیا بلند شد دماغشو بخارونه من بفهمم. گفتم حداقل تو برنامه‌ها که انقدر خنگ بودن مثلا تو جمعیت اینجوری نباشه. حالا یه اتفاقی افتاد. این دختر خاله من کل تایمی که بلند می‌شدن آدم‌ها حرف می‌زنن اینجوری می‌کرد. من اون موقعم اشتباهی گرفته بودم با تقلبم. اونجا که مردم ماسک می‌ذاشتن. نه یواشکی نگاه کرد. بعد ما یکی یکی آدم‌ها رو صدا می‌کردن رو سن و مثلا استارا رو می‌ذاشتن آخر. من بودم اولی، دومی، سومی اومدم و مردم مثلا گفتن صحرا اسدالمعلوم چیه. بعد منو میگی جلو اون جمعیت دختر خالم هم آورده بودم پوز بدم، یوهو شما اومدی همه بلند شد از سود. اون بعض نفرت رو تو دل من کاشت. تازه ماجرا اینجا تموم نشد. داشتم فکر میکردم چی کار کردم از من اینقدر بده. حالا صبر کن، ماجرا اینجا نشد. ما با کلی دماغ خاروندن و تقلب و اینا من بلند شدم فکت و اینا که بلد نبودم بلند شدم گفتم که مجید واشقانی مافیا بودن؟ آره مافیا بودی. کلی هم بلند شدم گفتم یه چیزایی هم تو برنامه دیدم درست ندیدم. گفتم شما مجید واشقانی رو بیرون کنین، اگه نبود من میرم بیرون. تا من اینو گفتم همه تو جمعیت گفتن که اوه اینا پول بلیط دادیم مجید واشقانی رو بندازیم بیرون. دیگه این نفرت تشدید شد تا به امروز. من گفتم مجری برنامه آقای واشقانی، گفتم علیرغم میل باطنی میام. تو این مدت ندیدیم همون؟ نه هیچ وقت دیگه نشد که هم دیگه ندیدیم. نه دیگه برنامه که من دعوت نشدم، اصلا دعوت شدم تو اینم بگم سریع از مافیا گذر کنم. ما یه شب خونه‌مون نشسته بودیم شب نشین، ما کلا شب نشینی و اینا زیاد میریم. بعد همون شب فرداش برنامه مافیا بود، یکی از بازیگرا مریض شده بود. حتی یادمه مثلا یه بازیگر خیلی خانم خیلی معروفی مریض شده بود و مثلا ساعت 11 شب بود، 10:30 آخرای شب نشینمون بود. به من آقایی که زنگ زد بازیگر رو صدام که گفت سر برنامه مافیا میای. من گفتم که نه من برنامه مافیا که نه دیدم نه بلدم نه تا گفت باشه 50 میلیون بده. گفتم نه 50 میلیون میداد نگار. گفتم میام. گفتم ما همیشه بازی میکنیم. بعد من صبح اومده بودم سر برنامه بگیریم و میگفتم تو رو خدا مافیا بلند شد گوش با کن و درار، به اون میگفتم تو رو خدا. آخرم هیچی بلد نبودم. اگه یادتون باشه قسمت اول مافیا چشمم بود، من اینو با کثافت کاری میدادم بالا میومردم پایین. با همه این کارهایی که کردم فکر کنم رکورد گینس رو زدم که خنگ‌ترین بازیکن مافیا من بودم. اینم ماجرای فرودم که بابام هم نشسته بود پیشم، دقیقاً بغل من نشسته بود. اگه الان میبینه این برنامه رو حتما. گفتم که نه برنامه مافیا نمیام، بلد نیستم تا الان بازی. 50 میلیون 50 برو. بعد هیچ وقت همه زندگیش بابام خیلی مخالف این حرفه بودن. فردا صبحش بود دیگه، بابام گفت سریع همین الان سوار شو برو تهران. بعد هیچ وقت تو زندگیم بابام نه برای آفیشان بیدارم کرده، مثلا نه اون روز شیشه رو بزنه گفت خواب نمونی 50 تومن میدن. این شد این ورود ما، فوش خوردنامون و همه اتفاقات تو مافیا.